سلام دوستان، خوش اومدید به چنل تک ترین حسین جهان و خاورمیانه و تمام مناطق محروم و غیر محروم و کاملا خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که روز خوبی داشته بوده باشید و در ادامه هم روز خوبی باشه و روزهای مکرر خوب زیادی داشته باشید. امروز قراره چیکار کنیم محمد شاه؟ امروز قراره که ریاکت بریم روی ویدیوهای خزوخیلای اینستاگرام که خیلی زیاد شدن الان. خیلی تعدادشون رفته بالا. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. تا آخر ویدیو حتما با من همراه باشید. خب دوستان بریم اولین ویدیو رو نگاه کنیم. فکر میکنم یه خانم بسیار زیبایی باشن که خداوند بهشون زیبایی فوق العاده نچرالی داده. یکی بود ولی رفت، یکی مون غریب است. برسون سری تر خودتو، همین الان بیبی جون عزیزم. بیبی جون بیبی جون بیبی جون. من اینا رو میبینم عصبانی میشم بیشتر به جای اینکه بخوام بخندم. یا من چه ریاکتی برم رو تو؟ یا چرا این بلا رو سر خودتون میارید؟ چرا؟ خب چیه اینجا؟ بریم بعدی دوستان. امیدوارم که بعدی بهتر باشه. مامان جون وای اینا آی دوباره این دوتا پاتومات اومد آقا یکی اینا رو بگیره. اینا چون نفسشون مغرض نمیشه. خفشین تو بیو اینستاشون زدن مرید. پس اینقدر با دایرکت بقیه ور نرید. مادر جان دیگه واقعا شما جاتون اینجا نیستا. فکر نکنم ها. اینو نگاه. آقا مادر جان یه اطلاعی من بدم. این قرمه سبزتون روی گاز سوخت ها. اگه امکانش هست بگو اونو خاموش کنه. الان اون ته گرفتم گاز رو کثافت کرد. با دخترتون ادامهش رو دیگه نگاه نمی کنم. فقط شما این قضیه رو به یاد بسپارید. یه خزو یه خز دیگه مسخره نمیکنه. کاری ندارم به سنش که بچه است. همه ما پشیمونیم از اینکه این ویدیوها از اکثریتمون هست. مثلا من خودم یه سری ویدیو از بچگیامو تو این سن بودم مثلا خودم گرفتم نگاه میکنم پشمام میریزه. ولش کن بگذریم ازش. دختری که تو این سن پیش رو گوش میده زن زندگی در آینده. خب زن زندگی. خب الان من همسن تو بودم به سماور میگفتم آدم آهنی شاشو به قرآن. هم قد و قواره این بودم. دخترای همسن و سالم همین قدی و همین شکلی بودن. با هم دیگه میگفتیم آدم آهنی شاشو به سماور و میخندیدیم تو کوچه. بعد این اومده پیش رو گوش میده رو کاری ندارم. واسه خودش هم تکست نوشته که زن زندگیه. خندم میایه. خب این ویدیو بعدی دوستان. این بعدی چیه؟ خدای من رو ببخش به خاطر خندم بهش. جان دخترها چیکار میکنن که پسر جذبش میشن؟ خودشون رو لوس میکنن. لوس و نونور. لوس بامزه نونور رگه لوس بامزه. دلت رفت؟ آره. دلش رفت. نکن میمیره. مر نگاه اینجوریه. رفت دلش. دلت رفت. بمیر. بریم بعدی رو ببینیم چجوریه. من جوکرم. یک پیام از وزیر. خب اینم هنوز وای نه خوش جوکری ها 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 ها. خیلی بازیگر خوبی. به نظرم نقش جوکر با هم مال تو میشد. حالا که فکر میکنم اشتباهی دادم به اون مرد لاغره. میدونستید عامل به دنیا اومدن شما منم؟ اگه یه روزی من نباشم شما به دنیا نمیایید
من اصلا باعث شدم بچه تولید بشه. پس قدرمو بدونید دیگه، قدرمو بدونید. آقا اگه منظورشو فهمیدین تو کامنت ها بنویسیم واسه من. چی بودیم من دیدم آخه. خدایا بنده ها تو آدم کن. وای اینو من قبلا دیده بودم. چرا خود تو یه پسر نیستی؟ چرا انقدر حرص من رو در میارین؟ بعدی چیکار داری میکنی؟ اینجا یه دونه موش دیدم میترسم. میدونی چیه؟ آخه من چوجو نیستم. من موشه میاد منو بخورید. سگ تو رو میخوره؟ یه کلمه به من بگو، تو رو کی میخوره؟ موش دیدم. اصلا برو بمیر تخم خر. وای این حاجی اینو کاری به خزبازیاش نرم. این یه جورایی واسه من جالب و خنده داره، دوستش دارم حاجی، یه جوریه، ولی به هر حال خزبازیه دیگه. جاش تو این چیزه، جاش تو این ویدیو ریاکشن. شهباز برج روز فروش کلاهبردار، آمپول زن ماشین خارجی، شماره بگیره حرفه‌ای، عامل فساد خانواده، رئیس ستاد دختربازای تهران پارس، فرمانده دورا خودتی، جمونگ افسانه بود، خشاب تیر هوایی. خفه شو دیگه. خودشونو میزنن توی خزبازی و این داستانه که فالوور بگیرن، ولی واقعا حالا یه عده مثل من نظریهشون اینه که اصلا نباید ویدیوهای اینا رو حتی نگاه کرد، ولی خیلی هستن که میان اینا رو فالو میکنن و همون شخصای بی شخصیت هن که باعث شدن همچین آدمایی که توسط اون بی شخصیت رو فالو میشن بقیه هم ترغیب و تشویق کنن به اینکه بکشن تو این رو خزبازی در بیارن که بتونن فالوور جذب کنن و این خیلی بده، واقعا داره میرینه تو جامعه‌مون. خب دوستان مرسی از نگاهتون، مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردیم. من واقعا دیگه داشت عصبانی میکرد این اتفاقا و ردشون کردم، یعنی چند تا دیگه هم بود ولی دوست نداشتم دیگه نگاه کنم. از این جامعه متنفر میشم چون من دارم تو این جامعه کوفتی زندگی میکنم، نمیخوام ازش متنفر شم. فرشون دور شید فکر. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو، بالاخره بپذیرید از من دیگه. این اولین ویدیو منه به غیر از معرفیم، اولین ویدیو کامل منه و به هر حال استرس پشت دوربین چه میدونم، حالا تجربه‌ای که زیاد نیست و قراره کسب بشه. مرسی که نگاه کردید، دوستتون دارم. چنل رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلشو بزنید و کامنت انگلیسی همون پایین بذارید که سابسکرایبتون بشینه. فارسی هم گذاشتید بذارید، کامنت بذارید، شما حمایت کنید، بقیه‌اش با خدا. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی.